برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. چنانه که همگی آگاه هستید، موضوع امروزه ما باز هم قضیه مرزی است، قضیه مرز تاجیکستان با قرغیزستان. طول چند روز است، تمام چند روز است که به ما به نشانی ما نامه‌های می‌آیند، رسم‌های می‌آیند و نوارهای می‌آیند که در آن دیده می شود قرغیزها با پشتیبانی از نظامیان خود وارد خاک تاجیکستان می شوند، وارد خانه های تاجیکستانیان می شوند و از آنجا گاو و گوساله های آنها را کشاله کرده گرفته می روند، با آنها دست زوری می کنند، زمین هایشان را گرفته می روند و جویبارهایشان را پر از خاک کرده اند. این چنین خبرها به ما خیلی زیاد شد. یک چند نوار از یک چند نفر به ما آمدند که شاهدی این گفته های من هستند و ما تصمیم گرفتیم در برنامه امروزه در این باره صحبت کرده باشیم و اینجا کوشش میکنیم هر کسی امکانیت پیدا کرد با هم در این برنامه صحبت میکنیم و کسانی که امکانیت نداشتند که در این برنامه ما به طور مستقیم همراه شوند میتوانند بعد به تمام رسیدنی برنامه را از یوتیوب پیگیری کنند، پیدا کرده تماشا کنند. تماشابینان عزیز، مرز و حفظ آن یک چیز مقدس است و مرز حفظ آن ناموس است. به طور مثال مرز کوچک، سرحد کوچک این خانه شما و همون دیواری که اطراف خانه‌تان حولیتان زده اید، همون دیواری که اطراف خانه‌تان زده اید و نه اینکه آدم بلکه نمیخواهید یک سگ با بالای دیوار شما جهیده درونی باغ شما درآید و دهقانی شما را لگد کند. شما این را نمیخواهید. برای همین به دیوار قناعت نکرده به بالای دیوار حتی سیمخوار میکشید. اینقدر دیوارهایتان را بلند میکنید. با بلندی دیوار حتی قناعت نکرده گاهی میشود که سیمخوار میکشید. درست است؟ اما حالا باشد اگر مرز کدام این مرز کشور گوییم، مرز خرد، اگر مرز حولیمان گوییم، ما که مسئولی حولیمان هستیم آن را حفظ میکنیم، این مسئولیت را میشناسیم و میدونیم که در پیش چشممان اگر نه اینکه آدم حتی سگ اگر از بالای دیوارمان جهیده به باغ گذرد آن را سور میکنیم، از اطراف حولی بیرونش میکنیم. حتی نمیگذاریم در اطراف دیوارمان در کوچه بچگان بازی کنند، سورشان میکنیم. مبادا توبشان، بچه‌ای که بازی کرده ایستادن، مبادا توبشان با درون حولی ما افتاد، همه بچه ها را حقارت و دشنام میکنیم. درست است؟ قیچی بچه ها در کوچه، در حولی، در بیرون بچه های بیگونه به گوشمان نمیخورد. آنها را حتی هرچند به باغ ما ندر آمده است، توبشان نافتیده است، یگان بازیکنکشان نافتیده است، سورشان میکنیم صدایت به گوشم نخورده شده است، اینجا از اطراف من دفع شوین گفته. حالا باشد چی؟ حالا باشد در مرز ما قدرت این را نداریم که دیوار بزنیم، یعنی مرز رو معین کنیم، مرز خود را در مرز با کشور همسایه قرغیزستان معین کنیم و بگیم که از همین این طرفش از آن من است، اینجا ناموس من است، اینجا من زندگانی میکنم.
اینجا بدون اجازه من وارد نشوید. اینجا بدون اجازه من وارد نشوید. حالا ما به این آماده نشده ایم. حالا سرحد ما باز است. همچنان باز است که شوهران ساکنان نزد مرزی تاجیکستان در روسیه هستند. در خانه زنک با کودکانش شب نیمه شب قرغیزها میگویند به خانه زنک بدرویند، تهدیدش میکنند، میگویند که شما در این زمین ها اجاره نشستید، به نزدیکی همه حل میشود، اینجا را ترک میکنید. ما هر وقت خواهیم میبوییم، هر وقت خواهیم میرویم، چون زمین زمینی ما است. به خانه ساکنان نزد مرزی دهه اوچ قلچه ولایت سوق ناحیه باباجان غفوروف در اومده قرغیزها همین خیلی گفتند. 4 نفر یکیشون که خبر دادند زن هستند، به ما خبر رسوندند که احوال همین است. بیچاره زنک گریه کرد، گفت که از ترس لرزیدم. 3-4 مرد اومدن مرا ترسوندند. شامگاهی در تاریکی در آمدن خونم، دست و بدنم لرزید، به لرزه در آمد. چی گفتنم رو ندانستم. گفتم شما چرا آمدید؟ گفتن جای ما زمین ما، خانه ما، هرگاه که خواستیم میویم، هرگاه که خواستیم میرویم. درست است که این مردم این گونه بی‌ادبی میکنند، این گونه گستاخی میکنند، لیکن حکومت های دو کشور، هم حکومت قرغیزستان و هم حکومت تاجیکستان، گوجا را نظاره میکنند که یک مردهای عادی میبیایند به خانه مردم میدرایند، آنها را تهدید میکنند، آنها را میترسانند. ببخشید. در جویبار مردم خاک ریختند، تنگ و توپ و تفنگ خود را گذراندند، یعنی اسلحه های نظامی خود را گذراندند، در آنجا مشق گذراندند. تا به حال این خاک ایستاده است در جویبار. وقتی مردم رفته گفتند خیر مشق حربیتان گذشت، اکنون ما باید این خاک را گیریم، باغ‌های نزد حولگی خود را، زمین‌های خود را آبشار کنیم. گفتن نه، می ایستادین. حالا از چند نفر یک چند نوارها پارچه به ما رسیده است. از مسئولین تکنیکی خواهش میکنم اگر آنها را یک جا جمع کرده توانسته باشند مرحمت تماشا کنید، ببینیم، بعد موضوع را دوام میدیم. ببینید راه را محکم کرده، خاک ریختند. اینجا مردم کار کرده ایستاده است. از بالا ماشین های قرغیز ها اینها را نظاره دارد، سلطنت های قرغیز اینها را نظاره دارد در داخل خاک تاجیکستان. مرزبانان تاجیکستان کجا باشند؟ این ماشین حربی قرغیز است، به ملال در خاک تاجیکستان گشت و گذار دارد. معنی از پشت ماشین بارکشی که رفته ایستاده است ماشین حربی قرغیز است، به ملال در خاک خدا بلده bunu qayerda o o'z xattalar prezidentlar haqida ko'rdingmi убери съемку вот он снимает убери он снимает его убери давай куша або съемка ой моё кашолага бур автос mana шумо кашо mana qirg'izistondagi bog' xalqning namoyon mardimi mana و این نشاندگی بول نمیدونم زیهاشاندگی نه
آشنا بله دیدید تماشاگران گرامی در داخل خاک تاجیکستان ماشین حربی کشور همسایه قرقیزستان گشت و گذار میکند نظامیانش میبیایند در مناقشه در گفت و شنیدها از ساکنان نزد مرزی قرقیزستان یعنی هموطنانشان دفاع میکنند آنچنانی که ببینید در پیش چشم صاحب گاو یا گوساله با پشتیبانی از نظامیان قرقیز ساکن قرقیزستان گاو و گوساله ساکن تاجیکستان ساکن آفچی قلعه را کشاله کرده گرفته می رود رفته ایستاده است در پیش چشمش مرزبانان تاجیکستان در کجا بودنشان تعیین نیست این چیز در داخل خاک تاجیکستان روی داده ایستاده است ما مرزبان داریم یا نداریم دولت حکومت داریم یا نداریم این مرزبان هایی که برای دفاع ملت برای حفظ مرز کشور برای حفظ تمامیت ارضی کشور جلب شده اند به آنها مردم معاش میدهد از اندازه مردم میسپارده آنها معاش میگیرند از بودجه دولت مبلغ گذاری میشوند کجا را نگاه میکنند کجا را درست است که به طور دیپلماتی این کار را حل کردن خوب است بله اما این چی است وقتی که می بیاید به خانه مردم زده می درآید امنیت مردمت تامین نیست در کجای این تو دیپلماتی میکوبی اوی حکومت داران در کجای این کار شما دیپلماتی جستجو میکنید این دیپلماتی شما با کی در کار است نخود جویباری که برای گذراندن مشق نظامی برای گذاشتن سلاح و اسلحه و تانک و توپ پر کرده شده است بهار تمام شده ایستاده است اپریل هم تمام شد نیم زیادی بهار به آخر رسید نیم زیادی وقت کشت کار به آخر رسیده ایستاده است الکی زمین ها لب تشنه شدند جویبار پر است قرقیز اجازه نمیدهد آب گذرانیده شود قرقیز گذشته میباید به خانه مردم وارد میشود به دختران مردم به زنهای مردم گپ میپرتاید به ما معلومات ها آمده رسیدن بیچاره یک زنک جوان نوشت در نزد شوهرش قرقیزها به او گپ پرتافتند در نزد شوهرش میگوید نامم را نگیرید ولیکن شوهرم را در حالت دیدم که 3 روز به خود نآمدم جنگ کردنش را نمیدوند رفته گریبان آنها را گرفتنش را نمیدوند بزنم گپ نپرتا گفتنش را نمیدوند میگوید شوهرم را در حالت دیدم که 3 روز به خود نآمدم چنان تحقیر شده خودش را حس میکرد چندین وقت شوهرم عصبی بود میگوید چندین وقت شوهرم خودش به خود نآمد میگوید که حال زار ما چنین شده که در کوچه خود گشت و گذار کرده نتونیم
زن و دختران ما در کوچه خودمون، در وطن خودمون، در دهه خودمون امنیت نداشته باشد. یک بیگانه بیاید به خاک ما، به دهه ما، به زنان ما گه پرتاید، ما نتوانیم اوی این خیل نکن، این زن من، این محرم من، این ناموس من گوید. به خاطر چی؟ برای آن که اگر با او به ناموس قرغیز که وارد این دهه تاجیکی شده است اقلا همچون مهمان گشت گذار نمی کند، اقلا آداب و اخلاق مهمان بودنش را نمی داند و به زن تاجیک گپ می پرتاید. اگر این تاجیک یگان گپ زند، امنیتی های تاجیک می بیان این را برده محکمش میکنند، برده حبسش، زندانش میکنند. برای چی؟ برای اینکه میگویند تو امنیت مرزی را ویران کردی، فضای آسایشته را ویران کردی. حال آن که قرض گردن این امنیتی های ما است که امنیتی این مردم را تامین کنند. مردم ما کمیته دولتی امنیتی ملی داریم، آنها امنیتی ما را تامین میکنند. گفته بیملال در کوچه ها گشت و گذار کند. نه، اینها در کجا، در کدام کتک پنهان بودنشان تعیین نیست. مردم قرغیز هر آمدی بازار کردی، آمدی به یک همسایه تاجیکت یگان داد معامله، یگان مناسبت داشتی بکن. مرز رو طبق قانون عبور کن، مرور کن. هیچ کس زید نیست. اما می بیاید این گونه معامله میکند با مردم تاجیکستان، با ساکنان نزد مرزی. پس اینها به خاطر چی این کار را میکنند؟ به خاطر آن که میدانند که پشتیبان دارند و هر وقتا که یک نفر از در داخل تاجیکستان به آنها سر بلند کرد، یکم خودش سرکوب میشود. دویم، هیچ نه نظامیانشان آنها را پشتیبانی میکنند، در حال رسیده میبیایند. بله، وقتی که حال چنین است، وقتی که به این حال آمده رسیده ایم، چیکار باید کنیم؟ به نزدیکی از شرکوه نوار فرستادند، از شرکوه نوار فرستادند، از خوجه اعلی نوار فرستادند. در خوجه اعلی مناقشه به خاطر چی روی داد؟ به خاطر آن که قرغیزها نماندند مردم خوجه اعلی آب برای خود ببرند. سری آب را بستند، گفتند آب نمیدهیم. در حالت مناقشه نظامیان قرغیز حاضرند، ناظرند. بعد آن که کار از کار گذشته، بعد نظامیان ما آمده میرسند. همین تماشابینان عزیز، ان همین گونه به خاک تاجیکستان آمده زده در آمدن، جایش آید تیر خالی کردن، کشتن، همین شب روز نه، سالها دوام کرده ایستاده است. سالها دوام کرده ایستاده است. من ببینید اگر نوار آماده باشد. санаи 16 сентябри соли равон тақрибан соати 18:45 дар маҳаллаи назди сарҳадии баҳори ҷамоати деҳоти очи қалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров муноқиша байни сокинони ду минтақаи сарҳадӣ сар зада буд. طبق اطلاع رئیس محلی قلعه جماعت مذکور ناگهان صدای تیر و تفنگ بلند گردید که مردم به تهلکه افتادند. زنان و کودکان به مکانهای بی‌خوف کوچانیده شدند. تیرپرانی بی‌نهایت دهشت بود. همین بالی خانم آکری گویا که یک موشک پرده رفته ایستادگی این بود. به وقتی های شبان کودکای و فرزندای به جای بی‌خوف برو آدیم. یکی خدا ما مردانه های هم محله نبرامدیم. برای چی گفتم بعد ما هر یک وجبی زمین ما احتیاط میکنیم. خواه روز باشد خواه شب باشد ان شاء الله نمیترسیم. چرا؟ و زمین ما زمین تاجیکستان خونی ناف ما ریخته اینجا، ما چه خیلی پرافته میبریم، فقط احتیاط کنیم فرزندای کودکای. آخرین همین تیرپرانی ها ساعتای همین 8 گذشتگی بود، 8 قریب 8:30 بود، بعدا همین کاری جیم شد.
маркази матбуоти қӯшунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки бархилофи созишномаҳои қаблан ба имзо расида ҷониби қирғизистон дар ҳудуди майдони варзишии маҳаллаи баҳори ҷамоати деҳоти овчи қалачаи ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд сохтмони иншооти номаълумро роҳандозӣ карданд. сокинони маҳаллаи баҳор ба ин амалии ғайриқонунии шаҳрвандони ҷумҳурии қирғизистон вокуниш нишон дода аз онҳо даъват намуданд ки корҳои сохтмониро қатъ намоянд. چندین سالها باسیم ما همه خیلی قرغیزا عذاب داده گشتیان ما 10 سال 15 سال پیش یگان نمود قرغیز نبودن اینجا ده آمدن ما رنگی مهمان دوست مردم مهمان دوست ما همه ها را قبول کردیم یگان گپی با اضافگی نکردیم اینها روز از روز در سری ما تیرپرانی برادران کشتن همه خیلی کارا کردن هر سال همین منمی وقتان ده همه خیلی جنجال ما همین بالاها ده پانی چاروپایی کرده میگشتیم یگان کس مودم خبر نمیرسوند اینجا زمینای تاجیکستان ما یک قدم زمینمون بر یگان کس نمیتیم برای وطن جان ما میتیم همه قرغیزا شب خستن بیکارو بکاره تیرپرانی کردن بالاهای خانم و تمام شیفیرا لخ شدن солдатҳои мо ба зур истон омада ҳамаҳои хаб карданд. ҷониби қирғиз бошад хилофи созишномаҳои дужониба ки аломатгузориро дар минтақаҳои баҳснок мушаххас мекунад амал намуда ба маҳалли ҳодиса қувваҳои ҷангии иловагиро иборат аз 250-300 нафар сафарбар карданд. сипас онҳо ба иғвогарӣ даст зада соати 19 ба самти сокинони бесилоҳи маҳаллаи баҳор тир кушоданд ки дар натиҷа якчанд нафар шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон маҷрӯҳ шуданд. як камази қирғиз овра парохта раҳ баста сода инҳо тайёрии диги буданд. анои мо тӯда шуданд ҳамин ҷава гражданчико пронда сангборон кирда ва ҳои гирезонданд. гашта ҳамин заҳсат гирифтем ки ҳамин шақалошуна гирон ними рак шода монданд. гуфтанд ки тамом дига ҷанг намекунем гап намезанем гуфта бирофтанд. соат ҳамин 5 буд. баъд аз 5 ҳамин 5 монда якбора инҳо бирафтанд бад ҳо мана ҳамин тараф фуромаданд. мӯл фурондаса якбора ҳамон полковника заданд. задан бад снайпери ки задан бад сони анои мо девда рафтан муҷава. якум қирғизо сар кард. командири мои ҳамин вая полковника ҳамаҳо аввал андохт. ҳамаҳо тирк шуд. ҳамаҳошо маст. дастҳошон бутулка рахӯдаги автомата хӯрафта гифта андохтосиянд. дар ин варзишгоҳ солҳои пеш мусобиқаҳои варзишӣ байни ҷавонони ҳамсояи кишвар баргузор мегардид. ҷониби ҳамсоя то имрӯз бе ягон мушкилот омаду рафт ба бозору муассисаҳои тандурустии ноҳияро доштанд. бино ба гуфти сокинони ҷамоат шаҳрвандони қирғизистон молу маҳсулоти худро бе ягон монеа ба бозор оварда ба хариду фурӯш машғул мешуданд. ман ҳозир 67 кирдим. ман 67 сола ҳастам. ман дар ин ҷо таваллуд шудам, хондам, кор кардам ва зиндагонӣ мекунам. бо ҳамсоя яъни қирғизҳо хуб муносибат намуда дӯстона зиндагӣ карда истодаем. онҳо меомаданд, мо ба назди онҳо мерафтем, ба тӯю маъракаҳои мо меомаданд. мо ҳама тӯю маъракаҳо ва шодиву хурсандиро якҷоя мегузаронидем. он обе ки мо менӯшем, ҳавое ки нафас мекашем баробар аст. мо бисёр дар тааҷҷуб ҳастем ки барои чӣ ин ҳолат ба амал омад. мо ҳатто бори чунин шудани вазъро ҳам гумон намекардем. ба фикри ман ин амали худи қирғизҳо нест, балки кори онҳое аст ки зиндагии дӯстонаи моро намехоҳанд. ин хело ҳам хоҳиш дорем ки муносибатҳои моро дубора барқарор намоянд. дар ин минтақаи марзӣ ҳудуди 24 000 нафар аҳолӣ зиндагонӣ менамоянд. дар се муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ пас аз вазъи ба амал омада таътили кӯтоҳмуддат эълон карда шудааст. директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 37 ҷамоати овчи қалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров иброз дошт ки дар басти аввали дарс шумораи ками толибилмон ҳузур доштанд, вале ба басти дуввум бошад толибилмон ба дарс ҳозир нашуданд. мактаби мо тинч, лекин мактаби ҳамсоя ин тараф мактаби ҳамсоя мо нотинчтар. аламунда якум семенава ҳозир дарси мо шуд. дуюм семенава ҳозир модара амон бачашона намонда. якум семенавандия даромади мо пасттар буд. пура набуда синфо. айни замон ба маҳалли ҳодиса сохторҳои қудратӣ ва ниҳодҳои дахлдор сафарбар карда шуданд. вазъи минтақа зери назорати доимӣ қарор дошта, афсарону сарбозон баҳри таъмини амният назоратро ба роҳ монданд. аҳолии минтақа мунтазири натиҷаи гуфтушуниди ҷонибҳо ҳастанд ва изҳори умед менамоянд ки вазъ дубора ноором нахоҳад
این 2 سال پیش بود تماشابینان عزیز، 3 سال پیش بود. وضعیت چگونه تغییر یافته است؟ یگان بهبود هست یا نیست؟ یگان بهبود میبینیم یا نه؟ 3 سال پیش این بود، حالا باشد یگان امنیت نیست، یگان اهمیت نیست. حالا برادر رمضان حسینیان به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه دیدگاه برادر عزیز گرامی. تشکر. سلام علیکم برادر. من در برنامه امروز میخواستم همراه این برنامه رو گرفته بریم. به خاطر چی؟ به خاطر آن که شما از این قضیه ها بیشتر آگاهتر هستید و خودتان زاده همین و واروخ هستید که در مرز با قرقیزستان قرار دارد. شما میگفتید که برادر عزیز گرامی اینجا چرا چنین می نماید که گویا قرقیزها بیملال آمد و رفت میکنند، میدرویند به خاک تاجیکستان، از اینجا هر چی خواستند گرفته میروند یا که بازار میکنند و هاکذاها. این حقوق را دارند، اما تاجیکستانیان در زادگاه خود، در دهه خود، در کشور خود، در وطن خود نمیتوانند با آنها یک برخورد همچون وطندار بکنند. چرا چنین است؟ بله برادر شوکت جان، من اول از فرصت استفاده بردم، میخواستم از مقامات خواهش کردن که برادری ما فرقت عبدالفتاح در شهر اوفا با درخواست قرقیزستان در زندان است، او را میخواهند استیراد کنم به قرقیزستان. من از مقامات خواهش میکنم، او 2 مایه به فکرم سود داره، همه چی کاری که میکنیم او برادری ما را، او برای وطن ما، برای مرز ما او جان خودم میداد. او را بردن زندان کردم در خوجند، چند ماه زندانیش کردم، پولوش گرفتم، باز دیدن که در روسیه تا 3 ماه میشود که در زندان است. مقامات من شما خواهش میکنم که همه قوتتون مصرف کنین، همه کار کنین و برادری ما را به نزد زن و فرزندش برگردونین. باز 15 نفر دیگه شهروندای تاجیکستان تا چند ماه دیگر میشه که در زندان‌های قرقیزستان قرار داره، گویا غیر قانونی مرز رو عبور کرده هستند. همه هم مثل قرقیز با بازار داخل شده هستند به طرف قرقیز. مثلا اوها را مرزبانای قرقیز پلیساش میگیرن، میگن یا مبلغ میت یا میبره محکمه میکنیم. مردم بیچاره است، مبلغ نداره، میبرن زندان کرده هستند. مقامات از شما خواهش همین که همه را هر چه زودتر آزاد کنیم، به نزد زن و فرزنداش برگردونید. این مراجعه شما با مقامات تاجیکستان است یا روسیه؟ مقامات تاجیکستان است که برای که 15 نفر شهروندای ما در زندان قرقیزستان هستند، گویا که غیر قانونی مرز عبور کرده هستند. ایرا ممکن شما خبر نداره چند ماه میشود قرقیزها شهروندان قرقیزها در زندانهای ما بودن. حکومت قرقیز آمد در یک روز گفت و شنید کردن، شهروندای خودشون همون روز همراه خودشون گرفتن بردن. حالی که شهروندای ما حالی هم پوسیده خواب هستن در زمستان، در زندان، در سردی، هیچ کس پروا اونها را نداره. دویمش شوکت بخشید برادر فرقت عبدالفتاح است، از واروخ است برادر. او در شهر اوفا است، او را هم دستگیر کرده هستند و درخواست قرقیزستان میخوان که به قرقیزستان روان کنند. باز 24 نفر 25 نفر دیگر از طرف قرقیز، پدری من و باز چند نفر دیگر 24 نفر واروخای ما در روزیسک هستند. در اینترپول قرقیزستان داده است که او از تاجیکستان بیرون میشوند، اوها را دستگیر میکنه به قرقیزستان روان میکنه. حکومت اگر که قدرت دارد بس کنه، مخالفین بس کنه، موسفیدا و کامپیرو و کودکان را برده زندان کرده، عذاب دادن، بس کنین دخترها رو تجاوز کردن، روین حل کنین، امروز قرقیز گفته شنید کنین، پدری ما را از روز بگیرین. دیگه مردم واروخ از روز گیرن که برای چی او پدری من مرز حمایت کرده است، امروز در روز است. دیگه برادرای آیا اگر گفت و شنیدها واقعا دو جانبه رفته ایستاده باشد، بله، وقتی قرقیزها آمدند جانب تاجیکستان با جانب تاجیکستان گفت و شنید کردند و آنهایی که مرز را، آن قرقیزهایی که غیر قانونی عبور کرده بودند با تاجیکستان گفت و شنید کردند و گرفته رفتند، باید یک گفت و شنید دیگری وجود داشته باشد که شهروندان تاجیکستان هر چه زودتر آزاد شوند. فکر نمیکنید که این گونه گفت و شنیدها وجود دارند و گفت و شنیدها رفته ایستاده است؟ از یک طرف
ببینیم مقامات قرغیز از اول چی شیرعلی خیرالله بود چی دیگر و دیگرش بود می آمدن با گفته شنید قرغیز با روسی او را دشنام میداد ایدی کراچی خودتون میفهمید مردم میفهمن همین نمود میگفت ما حکومت قرغیز از ما باشن مثل میمون می استودن انتظاری همو قرغیز خواهش میکردن که ما را قبول کن گفته شنید با اسلوبیا با فایده قرغیز میشد از اول اینجا هم باید او قرغیز مبلغ طلب میکند بعد حکومت ما میاد میبیاید از پدر و مادر از اولاد آدم‌ها مبلغ طلب میکند اگر که مبلغ دادن نمیتونید در زندان میشینید مبلغ میته مثلا $5000 یک نفر او 2500 به قرغیز میرود 2500 به کماندون ها به های ما میرود به حکومت ما میرود حکومت درو این نمود هستند یا فایده خلق فکر اگر که به منفعت خلق میبود کای ها گفته شنید میکردن میبرند اینجا مسئله پول است برادر که من شاهد هستم چند نفر پولش گرفتن نه درست شاید مسئله پول هم وجود داشته باشد لیکن باور کردنی نیست که چگونه میتوان باور کرد که بین دو دولت یک مسئله مرزی رفته ایستاده است مسئله ناموس رفته ایستاده است اینها بیاین در اینجا مسئله پول رو حل کنند مسئله کیسه اشان رو فکر کنند نه برادر اینجا اشتباه میکنید ناموس گفته من شما دیگر برادران میفهمید مهاجرانی که در روسیه است اینها ما میفهمیم حکومت دارای ما 99% ناموس نداره برادر اگر ناموس میداشت در ورخ یک کماندیر مردم ما شکار میبرمد بچهای ورخ کماندان قرغیز زنگ میزد کماندیراش میگفت که را بچهای تاجیک ما برآمدن کو قبل جریمه کن پاپالا میکنیم همین است ناموس داری همین است که قرغیز در بازار ورخ این نمود میگردد مردم ما من چندی برادر زنگ میزنه علم کرده میگه چی به قرغیز خیلی میگردد ما نمیتونیم با قرغیز گپ بزنیم یک تاجیک داخلی قرغیزستان کم تر همون تریتوری تاجیکی که قرغیز ضبط کرده است اونجا داخل میشود تاجیک میاد قرغیز میزنه تاجیکا میبرند اسیرش میگیرن در زستمشو محکم میکنن این ناموس من شما میفهمید برادر او اگر ناموس میداشتن اگر امروز بیچارگاه مردمی ورخ میموند امروز به دریا به همه چی مردم میموند که امروز اومدن پیش دریا رو بستیستن دریای ما نامش اقصو کرد برادر عزیز شما درباره بیچارگاه ماندن مردم ورخ از جانب قرغیزستان گفته شده حالا چندی از مردم ناحیه دنغره با ما نوشتن که در همین ناحیه دنغره در زادگاه رئیس جمهور برای مردم چراگاه ماندگی نیست از راه به همین راه میروی به همین راه بر میگردی از راه منحرفتر شدی یکم اون سوتر رفتی یک کس میباید به فرق سرت میزند اوی به زمین من وارد شدی گفته در کوههای اطراف دنغره در زادگاه رئیس جمهور مردم نمیتواند چروای خود را بچراند نمیتواند ولی ما از قرغیزها شکایت کرده ایستادیم از این حالت برمی آید که یعنی مناسبت با مردم در همه جا یک خیل است مناسبت حکومت تاجیکستان با مردم هم در مرز هم در داخل همین خیل است اکنون یک نفر نوشته است در اطراف اسکندرکلی خودمون همین تاجیکستان با ما نوشته است میگوید با تماشا مهمان ها آمدگی بودن از بیلاروسیه برای تماشا برده است مهمان آخر چی میدوند که در ما چه قاعده و چه قانون هست بله گفت من همین کوه به من معقول شد تماشا میکنم رفتن اون سوتر چند اخران آمدن چند پاسبان ها آمدن گفتن دوام ندهید راه را گفتن برای چی اینجا اطراف زمین فلانی منصبدار است اینجا اطراف زمین فلانی است باید نشود بالاتر استراحتگاه فلانی منصبدار است من نامش رو نگرفته شدم نامش وجود دارد به خاطر آن که من این معلومات رو حالا تایید نکردم به خاطر آن که تهمتش نکنم نامش رو گرفته شدم لیکن مهمانش رو برای دمگیری برای استراحت برای سیاحت برده است میگه گفت مهمان همین کوه را یک بینیم برای وقتی که برآمدن گفته است پاسبان ها آمدن گفتن به عاقب برگردید کوه را منصبدار رفت است در همون ادیر یک
خانه پوشیده است برای خودش استراحتگاه، اطرافش در اطرافش باید هیچ کس نگردد. اکنون فهمیده ایستاده است این منصبدار باید چگونه منصبدار باشد، کی باشد که این همین قدر حق و حقوق دارد. همین سبب داره برادر، سببش همین که ما خاموشی ما هست، ما باور میکردیم به حکومت. من اول باور داشتم، میگفتم بله باید حکومت همین مود باشد، تا اون وقتی که خودم درک نکردم که نه، از روی قانون، از روی انصاف و از روی عدالت، از روی اسلام ما بگیریم. این نبوده است. ما پیشوا گفتیم گشتیم سال 2010 ها، بعد یک میفهمیم که ما چور که و گستربایت رو جمع شد، هم در خارج هم در داخل ما هیچ کس مثل سگ ما قدر نداره. چرا سگا را تیر میپرونن در همه جا جمع میکنن، 500 700 تر میبرن میسوزونن. ما ملت هم همین نموشه در نزد مقامات. این خاموشی ما است. باید ما خاموش نباشیم، ترسونچک نباشیم. ما خاراکتر بیزه داریم که خدا خودش بزنه، تمام دعا خدا خودش حوالهشو به خدا. نه، هم دعا کنیم، هم عمل کنیم، هم طلب کنیم. ما امروز درست است. مهمی است. اکنون چرا قرغیزها مشق حربی را در نزد مرز گذراندند؟ بله. ما هم در نزد سرحد با افغانستان گذرانده شدیم. گویا نشان داده شدیم به افغانها که اینجا ما خیلی قدرت داریم، توانایی داریم، حربی داریم و هکذاها با افغانها نشان داده شدیم. قرغیزها هم آمدن به ما نمایش دادن قدرت و تواناییشان را. بگذار چنین باشد، حق همون کشور است. لیکن اون جویبارهایی که پر شده ایستاده، پر کرده ماشین های نظامی خود را گذراندن، اکنون نمیمانند که اون جویبارها را تازه کنند و آب گذرانند مردم دهات قلعه. چرا چنین است؟ چرا تا این حد آنها گستاخ شدند؟ اگر گیریم اگر در نزد افغانستان او گذراندن، از تاریخ بگیریم، از تاریخ، از شورای بعد شوروی، بعد صاحب استقلالی، یک افغان، یک طالب یا یک حکومتی افغان، حکومتی امروزش یک متر زمین ما را نگفته است اقلا، یا که ضبط نکرده است. اوها با ما دشمن نیستند، نه طالبش نه حکومتش، هیچ کسش با ما دشمن نیست. اینجا با گفتی بعضی برادرها همین که سید مومی یتیموف گویا خودش تاجیک نیست، دیگر مقامدارا تاجیک نیستن، اونها را دیگر ملت‌ها به اثر قدرت آورده هستند. امروز با منفعتی اونها کار میکنه، چشم خود میپوشه. اون قرغیزها و شهروندای ما رو میزنن میکشن، هیچ به خدا قسم برادر هیچ کس جزا نمیتیان. با میگن انا ما دوستیم، برادر هستیم. برای همه این جویبارهایی که گفتن توزیع نمیکنن، این نمیکنن، در دهه ورخ هم یک ماه پیش اومدن جویباری که در تریتوری ما هستن قرغیزا زدن گرفتن که مقامدارا اومدن خلق گفتن روید این از قرغیز است. هر روز 10 متر میته 20 متر میته همین نموده داده شدیم. آبچه قلچه هم جویباری که از تاجیک است، ولی میبینین یک هفته دو هفته یک ماه بس بچه‌ها میبرن زنگ میزنن میگن که داده ما این جویبارا رو به قرغیز داده. مقامات ما همین از مقامدارا اگر چی گم هم وظیفه‌شون باشد، هم پولشون باشه، هم دختری جوان خواهرای ما دبرشون باشه که برن تجاوز کنن، حیاتی همین است. برای چی منصب اومده هستن؟ ایمینا برای آن همین دیپلمشون برای آن همین گرفته هستن که باید زید ملت کار کنن، باید رشوه گیرن، مردم چی گم باید روزی بعد رسونن، خودشون زندگیشون خوب باشه. برای آن همین انتظار باشه که جویبارها همش با قرغیزستان میگذاره به نزدیکی. یعنی قرغیزها از خود میکنن الکه از اونها است. بله مقامات ما خاموش است، قرغیزها هم پر نمیگه تریتوری ما است. یک بار میزنن، دو بار میزنن، ما عقب نشینی میکنیم، حکومت عقب نشینی میکنه، پس اتوماتیک از اونها میشود. من خلاص من شاهدی زنده چه در ورخ شد، در اونجا هم همین است. حالی لخش ببینه، حالی مرغا ببینه 10 سال 15 سال بعد اگر ما همین خاموش رویم مثل خوب ملت ما اگر همین خاموش رو به خدا قسم مرغا هم میگیرد، لخش هم میگیرد جرگه طولم. برای که من قرغیز میدونم و از اول هم این کارو میکنه، از اول. بله یادتون باشد 2-3 روز پیش در خوجه علا یک مناقشه شد. بله گویا سر آب رو بستن. بله این چگونه است؟ یعنی از یک سربند آب هم تاجیکستانیان آب میبندن هم قرغیزستانیان همین خیلی گفتن که 70% تاجیکستان باید به تاجیکستان تعلق داشته باشد، 30% به قرغیز. بله بله حالا باشد قرغیزها اومدن گفتن آب نمیبرید. این خیلی است امیر رو شرح میداد در همینجا چی شد؟ همون منطقه که جنگجو رفت خوجه علا، اونجا عمه من شوهر کرده هستم. من از اول میرفتم، از کودکی من یکم دوم سوم میخوندم. من اون منطقه که همون جنگجو شد
اونجا را 5 پنجم بری میدونم گلامنو نام میبرن اما جایی که آب است بعد او را تونل زدگی اصلا کمتر میبرن طرفی بودکی طرفی قرقیزستان انا 30% که باشه 30% همو است اون منطقه که دریا است گلامنو راه میبنده راه آب او با تاجیک تعلق داره اونجا مرزبان قرقیز زیاد من میگذاشتم میدیدم که 2017 وقتی بودم قرقیزا بودم اونجا بعد از او کمتر پایینتر طرف شرشره میرویم منطقه شرشره نام دارم اونجا بعد عمه من زمین شالیپایه داشتم حاضر همونجا را شیرل خیرلوف امضا کرد روی 72 متر اگر شنیده باشین روی 72 متر گفتن امضا کردن دادن همه این راهو رفت به قرقیز دریا را نامش اولش کردم دریا اسفری که میگفتن اقصو شدگی است امروز رادیو آزادی هم میبرد اقصو این یک خوینی به ملت و به این خلق ورخ خوجه الان این طرف میشوه که باید ما دریای اسفره خلاص این به تاجیکستان تعلق داره برادر 30% از روی دگوار قرقیز میگیره اگر ما دهیم ما میتونیم اون را ندهیم ما میتونیم پول بندیم به قرقیز را یعنی حاضر دریای اسفره اقصو نام گرفتگی است بله رسانه‌های تاریخی هم رو اقصو نام میبرن بله بعضی مقامات در هم بعضی ژورنالیستای ما هم روزنامه‌نگارا اوها اقصو نام میبرن از قرقیز خودشون یگان نمیروند نزد اهالی نمیروند پرسجو نمیکنن از حال مردم خبردار نیستن اخبار قرقیز نگاه میکنن قرقیز چی مینویسن میگن اما رو تاجیکستان پیرو میکنن چوب میکنن این خوینی به ملت نمیشود این کاری بسیار باید میدونن که او دریای اسفره است همون اقصویی که میگن بله دریای اسفره از اول نام داره دریای اسفره اما پیدایشه که روسا پیدایش کردن در خریداش سال 80 80 اسفره نوشته هستم همون وقتی شوروی اسفره بعد سال 90 اسفره اومد است بعد 2010 15 اقصو شده است ایره چه فهمیم ما ایره کی داده است من دادم یا دیگر شهروند داده است حکومت دادگی است کارتر من نشون دادم روان کردم با پدری من با نچانک امنیت نشون دادگی است که ببین چرا منطقه ورخ ما مایداک شده است این دریا اقصو شده است منطقه چکک و قرقیزستان گذشته است او گفت است که کارت گوگل ما هم میتونم وای کنم رسمش کشیدم آخه گوگل که افیشال است این 100% است که او را به اشتباه نمیکنه قرقیزستان نیم زیادی ورخ و خوجه الو چورکی اینجا رو به طرف خود درآورده است از روی کارت از روی انا همون کار میبره قرقیز لیکن حکومتی ما باشه نه میگه ایرا اهمیت نده این نمود به اهمیتی ما امروز دریا رو هم گرفتن راه هم گرفتن 40,000 در بلاکاد موندگی است تشکر به مقامدارای تاجیکستان فرض کردیم بگذار یک فرضیه این باشد که مقامات تاجیکستان مثل شیرعلی خیراللهیف و شریکش به خاطر پول شدن چشم پوشیدن گفتن این کوهسار را چیکار میکنید در این کوهسار شما چی میکوبید بگذار چنین باشد اما بیاید از جانب دیگر نگاه کنیم چرا تا این حد قرقیزها از خودشان درک میدهند فعالانه نه اینکه از مرز دفاع میکنند بلکه تجاوز هم کرده شدند تجاوز هم کرده شدند چرا از جانب تاجیکستان یک حرکت کوشش غیرتی تجاوز نه حفظ مرز دیده نمی شود چرا چنین تا این حد است مثلا ببینید وقتی که اگر اول صحبت مرا شنیده باشید یک زنک به ما گفت که شوهرش در روسیه هست شامگاهی 3-4 مرد قرقیز به خونهش زده در اومده رفتند در همین کجا هستند پلیس اوچستکوی در کجا است حالان که ببینید حالان که اگر هر یک ناحیه یک شعبه پلیس داشته باشد ناحیه اسفره 2 شعبه پلیس دارد حالا در ورخ هم شعبه پلیس تشکیل کردند بله این شعبه پلیس را برای چی تشکیل کردید برای سرکوب کردن مردم خود برای اینکه مردم قرقیز بیان بیملال گردند مردم شما سر بالا کردن نتوانند برای همین آخر در همین حالتی که زنک امنیت ندارد به خانهش بیگانگان اجنبیان آمده وارد شدند در آمدند شما در کجا بودید اقلا در داخل تاجیکستان امنیت مردم را تامین کرده نتوانید شما چیکار میکنید
ҳамин кор бародар ва чихе гуфте хонаи ӯзанак давондагӣ аст тахминан 3 моҳ мешавад 4 моҳ мешавад бародаро дар фейсбукҳои ворох дар фейсбукшон нависта буданд дар гурӯҳи ворох ки имрӯз гуфтанд қирғиз омад як занак ду-се занак назди крани об назди скважда буда штагиам қирғиз омадааст гап партофтааст маст будааст қирғизо баъд поён мерава қирғиз як зан ҳамроҳи шавҳараш омадааст ба ӯ ҳам гап мепартояд мега биё пул метам мега қати занам мега қати духтар вай кунама кори худ иҷро кунама ин гапа бардоштем мақомотдоро вақте ки омадан ҳукуматиҳо омадан ӯ мардаке ки қати занаш буд ве тарсонданд ки не бугу агар аз боло занг мезананд ҳукумат меёд аз исфара аз хуҷанд аз боло ту бугу ки не ин гап дурӯғ аст ӯ бечораро тарсонданд бубахшед инҷо ҳамин маълумот ба мо омада расидагӣ аст ки воқеан ҳамин хел ба занҳо гап мепартоянд дар пеши шавҳар ҳамин хеле ин дуруст аст воқеан 100% ман ба ман бародаро занг застам ман натавонистам ёфтан аму вайора мара скриншот равон кардагӣ будам чанд моҳ пеш буд барои ҳамин ман натавонистам дар телефонам чанд ҳазор скриншот аст ба худо ман кофтум ман наёфтум баъд ҳоли меёбам ман ҳамира мемонам касеро дар кор боша касе агар мехоҳад касе дар ҳақиқат мехоҳад метавонад занг занад ба ӯ шермардои ворухе ки фақат дар саҳифаҳои худ навишта мекунанд дар бораи ворох ҳаморо пурсо кунанд ҳамо тасдиқ мекунанд ин гапҳоро бале қирғиз имрӯз ҳама тарафа таҷовуз мекунанд шумо гуфтед ки дар ноҳияи исфара чанд шӯъбаи полис кушодагӣ ҳастанд шӯъбаи амният дар ворох ҳам ҳамаша кушодагӣ ҳастанд медонем барои чӣ унҷо барои ҳифзи мардум нест унҷо барои бачаҳоро бурда бачаҳое ки наварасия меёд тарсонда пулиша гирифтан баъд духтаронро бурда таҷовуз кардан фоҳишахона аст ӯ полисхона нест унҷо мисли фоҳишахона шудагӣ аст ин намуд кардагиам мо хомӯши мо дидем то кадом рӯза расо ман ба худо тоқат карда наметавонам бародар аз гапзанира намедонам мо ба кира гап мезанем ин гапҳоро дар расонаҳо чунин хабар ҳаст ба мо ҳам ҳамин хел хабар омада расидааст ки қирғизҳо вақте ки машқи ҳарбӣ дар назди сарҳад гузарониданд баъд қисми зиёде аз мошинҳои низомӣ ва аслиҳаҳои низомии худро дар ҳамон ҷо боқӣ гузошта рафтанд яъне боқӣ монданд ба хотири чӣ пеш аз ин чунин мошинҳои низомӣ ва аслиҳа набуд ва ҳоло баъди машқи низомӣ қисми зиёде аз аслиҳа ва мошинҳои низомиро дар сарҳад монда рафтаанд яъне онҳо ҳам ба ин боваранд ки воқеан аз тарафи тоҷикистон ҳуҷум мешавад на аз тарафи тоҷикистон ҳуҷум намешавад ӯ яроқҳое ки мебаранд ин тактика ҳамин аз ин сиёсатчон ҳамин аст ки агар яроқ аслиҳаро ҳамто меовардан мемонданд ҳама паника мешуд мегуфтанд о ҷанг мехоҳад қирғиз ин бо сиёсати хуш рӯш овард дурӯғда машқ мегузаронем ива мекунем ҳамаша дар назди марз мондагӣ аст ҳоли план ҳамин аст ки оҳиста оҳиста ҳаморо пеш мебаранд ҳамун танку тупе ки овардагӣ ҳастанд мардума метарсонанд мардуми тоҷик мегӯяд ки о танк доранд биёед хомӯш истем ҳамин ҷӯйборе ки гуфтем тоза кардан намонданд барои ҳанамиҳо аст бародар ки фардо меоранд аз ҷӯйбор он тараф мегузаронанд ҷӯйбор дар ҳудуди қирғизистон мемонад ин тактикаи қирғизҳо ҳаст аз ҳукумати мо боша агар хомӯш ҳастанд ҳукумат хуб дарк мекунад бародар вақте ки агар қирғиз намехост ки воруха камчибек буромад гуфт ки воруха мехоҳем ё олуш кунем ё ки камтар раҳи муваққатӣ шо метем тамом ин гапа ман аз кӯдакӣ ман аз забони қирғиз шунидагӣ ҳастам ки мегуфт ворух наш падари ман қатъи фақат спор мекард ҷанҷол мекард дига ворухо ҷанҷол мекарданд мегуфтанд не зиёд мардум мегуфтем ки қирғизо ба ворух даҳан дохтестанд мегуфтанд ту девона шудӣ мега не ин гапҳоро нагӯ қирғиз дӯсти маст бародар аст акнун дидем бародар дидем ки соли 2020-21 нав мардуми тоҷик миллат бедор шуд гуфтое ки мо 15 сол пеш мардуми ворух мегуфт наваку ба гӯши дигаро омад расид мо дурандеш нестем да барои ҳамин агар ки мо сари вақт дар даҳани қирғиз мезадем мо раҳи моро намегирифтам мо анкалав намешудем 15 сол аввалан масалан ин аст ҳукумат ки мо хомӯш истодем фурӯхтан омадан ба ин рӯз расидем ҳоли аку вақте ки овчи қалача овардам танктупшон мондан мебинем ба аксаям меорам ба наздики ворух унҷа зиёд дорам оружия боз меорам унҷа боз мегӯям мо машқ мегузаронем ин мекунем дар дохили ворух дар минтақаи чакак пости қирғиз аст бародар дар дохили тоҷикистон чи маъне чиро мегӯяд ин девонагӣ аст ки чаро ҳукумати мо хомӯш ҳастанд ба ин savol мара ҳеҷ ки ҷавоб надодад чаро дар дохили ворух дар сентр дар мавқеи чакак барои чӣ чанд сол мешавад қирғиз
میره به خانه تاجیک است، پست قرقیز است، بعدی پست قرقیز 200 متر بالا پست تاجیک است. اینا چه فهمون؟ اینجا ساکنان دهه آفچه خالچه به ما نوشتن که بله چندین مراتبه به خاطر آن که همین جویبار تازه شود و آب گذرانیده شود به مقامات تاجیکستان مراجعت کردند، به رئیس جماعت مراجعت کردند، به رئیس ناحیه مراجعت کردند، حتی به ولایت به حکومت ولایت مراجعت کردند. تا به حال از جانب مقامات هیچ یک جوابی نیست و هیچ یک چاره‌جویی نیست. چرا چنین شده باشد؟ برای چی؟ اقلا همین وعده نیست که مالش نمیکنند، اقلا تسکین دل نگفتند که همین رو اشاره میکنند، اقلا تسکین دل نگفتند که ما چاره‌جویی کرده شدیم، گفت و شنید کرده شدیم، هم نگفتند. اقلا رئیس جماعت به رئیس ناحیه حواله کرده است، رئیس ناحیه به حکومت ولایت حواله کرده است. در حکومت ولایت گفتند ما بالا را انتظاریم، این گپ‌ها در بالا گفته شده ایستاده است و بالا چی که گوید همون می شود. ببینید در یک جویبار باید در بالا حل شود. یک جویبار خاکی که به یک جویبار ریخته شده است باید در سطح اول کشور حل شود. این رو من برای چی میگویم؟ برای اون که نگاه در تاجیکستان خاکی که به یک جویبار ریخته است در سطح اول کشور حل می شود. برای چی؟ خاموش بودن مرزبانان ما، پلیس های ما با این قرقیز گشت و گذاری غیر قانونیش دم نزدنشون هم سببش همین است که با عادی ترین چیز این مسئولین ما به نفر اول به دهان نفر اول کشور نگاه میکنن. لیکن در قرقیز یک کماندیر میتواند تصمیم بگیرد در باره کاری که کرده ایستاده است، به مسئله که روبرو شده است میتواند مستقلانه تصمیم بگیرد. در ما چی؟ در ما برای خود یک جویبار را تازه کردن دهان شخص اول کشور را نگاه میکنند. یک ناحیه خاک جویبار را برای تازه کردن جرأت نمی کند، شجاعت نمی کند که برود با قرقیز روبرو شود. حال آن که کمیته محله قرقیز می بیاید با رئیس ولایت، با رئیس ناحیه، با شخصان بلند مقام تاجیکستان صحبت می کند. همون زنکی که قرقیزی که چند بار مناقشه برپا کرد کی بود؟ یگان مسئول بلندپایه بود در قرقیز. نامش چی بود؟ راستی من نامش فراموش کردم. همون زنکه عضو بسته رئیس محله یا خیو یک رئیس یک کمیته محله میباید با نمایندگان رسمی تاجیکستان سر به سر میشود. جرأت دارد مستقلانه. او با مردمش همون زنه با مردمش با همه автомати کلاشنکوف تقسیم کرد. تاجیک فران تاجیکا ایدی استریلیه تاجیکا ما امنیتی همه میگریزن میره با همون زن و زنش автомат تقسیم میکنه میگه برای تاجیک. اون زنک автомат از کجا یافت؟ автомат داخل از بالا میوین. یک قرقیز و خلقش یک از برادری ما احمقیم که همین مردمی که شما میگن با وای مراجعت کردن ایخی کردن مردم افچه قلچه حکومت جواب نداد. این احمقی مردم است. من با مردم خبری بعد میرسونم که این احمقی شما دیگه با حکومت تکیه نکنه مردم. من همین با حیات خودم با آپت خودم میگم به شما که مردمی که طی 10 سالها به این حکومت تکیه میکرده امروز پشیمان هستن، امروز نمیدونن سر به کجا زنند. مردمی که همراه حکومت بود هم پلی و هم بالی و هم شب روز در مرز محافظت میکردن. وقتی که رحمانوف با ورود سفر کرد چی با پیشواز رحمانوف نبردن، کیدت کردن و آدم نامش از سپیس خط زدن. حکومت نامرد است. مردم چشمتون بر وقت کشوین سوده نشوید. بخدو عصر 21 است، سال 2021 است. این عصر 18 17 نیست است که ما خیلی فقط نماز روزه کرده سر خم کرده گرده.
عصر 21 است مردم. این حکومت به خود برادر رمضان یک زنگ از واتساپ اومده است کو ببینیم چی میگویند. هرچند من اینجا قدر در برنامه امروزه با زنگ ها تکیه نکرده بودم، لیکن به هر حال زنگ اومده است، ببینیم چی میگن. الو. سلام علیکم اکا جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا جان همین روز اینا تماشا کردم. اکا عزت امان میگن که 1 میلیون قرضدار شده است. والله قسم اکا جان اگر اکا عزت امان خلاص کنه کو من همین خونه خریدنی هم در روسیه در سنت پترزبورگ. والله قسم اکا 2 میلیون من میخواد کو با تاجیکستان روی میکنم پروس اکا عزت امان روی کنم با ما را روسیه روی کنم. برادر عزیز گرامی، عزت امان هرچند موضوع امروزه ما برادر عزت امان نیست، لیکن من این رو گفتنی هستم که من اکای عزت امان رو از نزدیک میشناختم و میشناسم. اکای عزت امان قدر بیچاره نیست که 1,040,000 و 500,000 این قدری قرضدار شده ماند. این خیلی آدم نیست عزت امان. و اونقدر بیچاره هم نیست که مثلا یک نفر با ثابت کند که واقعا اکای عزت امان از او 1 میلیون گرفته است، 40,000 گرفته است، در 1 ساعت نیم ساعت یافته میدیدش. لیکن تشکر به جرأت شما، تشکر به همت بلند شما که خدا قسم میگه قطعی اکام تماشا کرد برای که در جنازه من در مرگ من همین خیش تاور منه همین روی کدگی هست. ما گفت همون زنگ زنم گفت همین با شما صدای شما را میشنم همه ای وزارت کروی دو کلا. والله قسم فقط زنگ زنن نمیرم اتش میتونم گفت 2 میلیون گفت جاش داره کارتا شما پارتم پروس اکای عزت همون خلاص کنم. بله تشکر به شما. هزار رحمت کنم کجا. حکومتیان میفهمم میقپد 2 میلیون پولش میگیرن بیچاره را. آشکار نکنه خودش. بله سودا. احتیاط شوید اینقدر سودا هم نباشید. بله صحبت رو دوام میدیم برادر عزیز، به موضوع خود برمیگردیم، به همین موضوع قضیه مرز. اینجا بسیار چیز به من نافهمه است. بعضی وقت میگم بیا خوشگمانی کنیم، شاید بسیار چیزها هست که ما نمیفهمیم، شاید بعضی مسئله ها هست که در رأس حکومت ها گفت و شنود شده ایستاده است، به این شاید ما اینقدر مدار سیاسی ما نرسد برای صرفم رفتنش. بیا خوشگمانی کنیم گفته کمتر به خود دل میدهم و خود رو تسلیم میبخشم. اما وقتی میبینیم که عادی‌ترین چیز یک نفر غیر قانونی میبیاید به یک خانه ساکن تاجیکستان داخل میشود و تهدید میکنه. حتی چی گفته است میدونی رمضان؟ گفته است که بخریبی این شما در زمین اجاره اتون خونه پوشیده زندگی کردید، اینجا صاحبش ما هستیم. بله صاحب که من هستم، هرگاه که خواستم میدرایم، هرگاه که خواستم میبرایم، به نزدیکی شما اینجا رو ترک میگوید گفته است. بله بله در واروخ هم همه گپ میگوید قرغیز. بله در همین حالت چی خوشگمانی کرده می شود از حکومت تاجیکستان، از مرزبانان تاجیکستان، از کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان که وظیفه جانیش هست این مسئله را دیده براید. این زنک میگوید که شکایت کردن میگوید هیچ کس گوش نکرد، دم تا بگیر نیزون نخیزون فتنه نکن گفته است. حاضر گفت و شنید ها رفته ایستاده است گفته است این گفت و شنید ها را خللدار میکنی گفته است. با این گپ ها رئیس محله بالا به گپ نزن گفته است. هیچ کس نفهمد این گپته، همه جا ویران میشود، میگه چند گپ کارها رفته ایستاده است تو همه جا را خللدار میکنی گفته است. رئیس محله. یک برادر با نام کبیر وارد شدن که ببینیم چی میگن. برادر بفرمایید. سلام و درود بر شما و بر بینندگان شما. در همین قضیه وروخ هم خواستیم بی‌طرف نباشیم، فکر و ملاحظه‌های خود رو بیان کنیم.
بفرمایید. در حقیقت امروز هم مرز تاجیکستان با قرقیزستان خطرناکتر از مرز تاجیکستان و افغانستان شده است. از برای بی‌مسئولیتی مسئولین، حکومتداران و خصوصا رئیس جمهور که در طول چندین سالها هست همین قضیه مرزی چی وروخ، چی خوجه علو، چی اوچی قلچه، یعنی بی‌طرفی رو انتخاب کردن. برای استبلیشمنت حکومت تاجیکستان، همون حکومتدارایی که در وظیفه هستند، منطقه ولایت سوخت یک منطقه درآمد به حساب می رود. برای اونها هیچ ارزش قایی نیست که با مردمشون اصلا اهمیت نمی‌دهند. برای اینها یک چیزی درآمد است. این منطقه سوخت از هر چیز من میتونم ثابت کنم این رو که چی وزیرها باشد، چی رئیس شعبه کارهای داخلی، چی امنیت و چی سرحد بانو، همش برای درآمد و یک پول کندن به همین ولایت سوخت میآیند، با یک کرته دریده میآیند، از حساب همون مردم همه پول رو جمع میکنن و برمیگردن میروند. مشکل اساسی این است برای اهمیت ندادن در همین قضیه وروخی که امروز خیلی با مشکلی ها روبرو شدیم ما. بله. حالا یک زنگ از واتساپ اومده است، زنگ رو قبول میکنیم بود صحبت رو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با همین کسی که از واتساپ زنگ زدید خواهش میکنم به یگان جای موجش خوب برای تا اینکه صدایتون خوب بیاید ما صدای شما رو خوب نشنیده ایستادیم. تو خوب شدنی صدا ما صحبت رو دوام میدیم. محمد برادر کبیر. بله گوش میکنم. نگاه کنید، هر یک نفر کشور حقدار به وطن است، حقدار به تاجیکستان است. اینجا حکومتداران وقتی که یک نفر، یک شهروند تاجیکستان میخواد مرزش حفظ شود، او اندازه‌سپارنده است به کسانی که مرزبان هستند، مرز رو حفظ میکنند، باید حفظ کنند. به آنها هر یک نفر تاجیکستان، هر یک فرد تاجیکستان معاش میدهد. وقتی که میگوید وطن باید حفظ شود، مرز باید حفظ شود، میگن اوی کار خودت کن. یک بخ درخت شنوندی، یک بخ نهال شنوندی. وقتی که زمین از دستت میرود، زمین کشور از دستت میرود، به کجا نهال میشنونی؟ فهم در کجاست؟ مردمی که در نزدیکی های مرز با قرقیزستان نهال شنونده ایستادن، نهال هایشان را کنده پرتافته ایستاد از قرقیزها. زمین که حفظ نمی شود، زمین رو که حفظ کرده نمی توانید، درخت رو به کجا میشنونید؟ درخت رو برای کی میشنونید؟ برای اینکه یک روز نه یک روز بیایند اینجا زمین ما بود گویند به درختان شما صاحب شوند و اگر خوششان نداد درخت ها را کنده پرتایند و زمین شما را به صحرا مبدل گردانند، باز همون در زمین شما چوپانی خودشان را ادامه دهند. مگر برای همین است؟ برای همین شما درخت میشنونید؟ شما اول فراست، فهم و درکی حفظ مرز را یابید، بعد این گونه دعوا کنید. کاریتون نباشد، تو کار خودت را کن. در باره مرز گپ نزن. امروز وقتی که اعلان رو من در صفحه فیسبوکی هم پدریس میکردم، یک نفر برآمده است چی میگوید؟ تاجیکستان محتاج شما نیست. درست، تاجیکستان محتاج ما نیست، ما محتاج تاجیکستانیم. تاجیکستان هم مال شما نیست که شما دعوا میکنید. ما محتاج تاجیکستان هستیم.
ما محتاج به وطن هستیم. ملت های هستن وجود دارن که 10 برابر ما نفر دارن، 10 برابر ما فرد دارن، وطن ندارن. انا همین خیلی بی‌پروایی کردند، تنگ شده است، تنگ شده است، تنگ شده است، مرزشون از بین رفتند. در کشورهای بیگانه زندگی میکنن، هرچند ملت هستن، هرچند با زبان خودشون گفتگو میکنن، بی‌وطن شدند. ما به وطن نیاز داریم، وطن به ما نیست. ما به وطن نیاز داریم و الحمدلله شکر پروردگار که این نیاز خود را احساس میکنیم. تا مسافر نشوید، تا مهاجر نشوید آدم نمیشه میگن. یک بار مسافر شوید، یک بار مهاجر شوید، بعد مهر محبت وطن چی است بعد میفهمید. وطن چی بوده است، حفظ وطن چی بوده است بعد میفهمید. یک بار در ملک بیگانه بگردید، ناز نوز ملک بیگانه را برداشته یک بار بگردید، بعد میفهمید که وطن را حفظ کردن چقدر شرف است، چقدر اهمیت دارد وطن را حفظ کردن. با وطن بودن، در وطن بودن چقدر اهمیت دارد. شما یک بار بیرون برایت مهاجر شوید بعد میفهمید. شما ببینید برای یک جویبار را تازه کردن، تاجیک حقوق ندارد، حق ندارد در کشور خودش صدا بلند کند، گپ بزند. از رئیس ناحیه سر کرده تا رئیس ولایت بر دهان رئیس جمهور نگاه دارد. رئیس جمهور هم خودش هیچی را حل کرده نمیتواند، به دهان داماد بندیتش نگاه دارد که این داماد بندیتش چی را حل میکند، چون در مرز اینترسی داماد بندیتش وجود دارد. منافع شخصی. پس شما یک بار به دهان ملت هم نگاه کنید، به دهان مردم هم نگاه کنید که مردم چی میخواهد از شما. شما که بندیت نیستید. وقتی که من شما را این اصولی دولت داری شما، حکومت داری شما را بندیتیزم گفتم، چند نفرت به من تهدید کردی، میوبمت لحظه لحظه میکنیم، پاره پارت میکنیم. همین گپی کی است؟ گپی بندیت است. حکومت دار این طرف گپ نمیزند. از پاره پاره کردن، از لخته لخته کردن گپ نمیزند. با مخالف میفهموند که نه ما بندیت نیستیم، فقط این جانب های مسئله کار هست که شما صرفم نمیروید، یا شما ندانسته شده، یا شما نفهمیدید. میفهموند، میبراید آشکارا با ملت، آشکارا با مردم گپ میزند، میفهموند. یگان چیز نمیفهمونیدند، رسانه ها میبراید اینها گپ نمیزنند، مسئول با رسانه ها گپ نمیزنند. من به چندین همین نهادها زنگ میزنم، نه تلفنش رو نمیبردارد. بله 100%. با رسانه ها گزارش نمیدهد. اگر یگان چیز گفتنی است، دهان نفر یکم رو پایده میزد که تا نفر یکم این چیز همین خیلی میرود توسط 20 کس 25 کس با گشته میبیاد توسط 20 کس 25 کس. نه، به شما اجازت نیست. تمام، به همین همه خلاص. تا کجا میره میخواد؟ رئیس ولایت سوخت فرض کردیم مثل یک کمیته محله قرغیز قدر قیمت ندارد. قدر قیمت ندارد. مثل یک کمیته محله کار برده نمیتواند. مثل یک کمیته محله شجاعت کرده نمیتواند گفت و شنید کند. بله، در آن واقعهایی که وقتی گفت و شنیدی بین دو دولت شده بود، همون رئیس ولایت با لقب قفلانبای در بر لباس نظامی پوشیده بود، رفته بود در همون. من نگاه کرده بودم، یک خودنمایی بود. در حقیقت این قرغیزها از همون وقتی که ما تاجیکستان یک قطعه زمینش رو به چین داد، قرغیزها از اینو روحیه گرفتن. همون یک 3-4 روز پیش ما یک ویدیو نگاه کردیم درباره همین قضیه آخرانی
خوجه اعلی بود. یک نفر بسیار شعر خوب در اونجا وقتی که ویدیو هم میرفت یک شعر هم پشت سر ویدیو تکرار میشد. اون یک مصرعش گفته بود که وقتی که واروخ داده شد قدر سخن کم میشود. واقعا هم حالا اگر وضعیت هم خیر رفتن گیرد فردا ازبکستان هم از ما زمین طلب میکند، افغانستان هم از ما طلب میکند، باز هم چین طلب میکند. قدر سخن تاجیک در بین الملل خیلی پایین است، خیلی پایین است. از حسابی همین بی مسئولیت و به چیز کردنی همین وقتی که زمین ها رو میگیرن مناقشه که سر میزند حکومت ما خاموش است. این قدر سخن رو در میز مدور بین الملل خیلی پایین میارد، مخصوصا تاجیکستان رو، برای که دفاع نمیکند از نه از مردمش نه از زمینش. بار دیگر تکرار میکنم که هر مسئولی که از مرکز و ولایت سوخت تعیین میشود اینا همش دزدن، اینا همش برای جمع کردن منافع حرامی که از همون مردم بومی ولایت سوخت جمع میکنن تنها و تنها به خاطر همین میبرن. دیگه یگان منفعت دولت در اونجا دیده میشود. فقط من زیاد نفرای را که میدونم از منطقه های جنوب میرن همون ولایت سوخت منابع جمع میکنن، بعد خیش تبارشون رو میفرستونن به حج و مکه و 3 مرتبه 4 مرتبه ماشینای کارفر. اینا همش دزدن. اینا از همون پیشواشون معلوم است و کی ان اینا. ببینید از همون نگاه کنید همینجا وقتی یک ساکنی دهه افچ قلچه میخواهد زمین خودش را شودگار کند، تراکتور میفرماید. وقتی که تراکتور به زمین آمده میدراید نظامیون قرغیز میبیان با زور سلاح تراکتور رو میرانند از همون زمینی ساکنی افچ قلچه. صاحب زمین نمیتواند تراکتورچی رو دعوت کند با تراکتورش باید زمینش را شودگار کند. میگه زمین را شودگار نمیکنی، رب بخوند درا. زمین تاجیکستانی قرغیز میگوید زمین را شودگار نکن، میگوید بگذار صحرا بیستد، زمینی کورم نباشد، بگذار صحرا بیستد، اما تاجیک اونجا رو شودگار نکند، نکارد یگان چیز. این چی بیدادی است؟ این چی بیدادگری است؟ های مرزبانان شما در کجا بودید؟ در یک ناحیه اسفره 3 شعبه پلیس هست. حالا اگر خبر داشته باشید شعبه آمان کشودن، شعبه آمان کشودن زودمال. این زودمال ها در کجا هست؟ برای آنها جای خواب تشکیل کردن تا 200 نفر، شرایط مهیا کردن. گویا از این عبارت که هیچ کس نداره در اونجا، همین گپ کتی فقط واهمه کرده گشتگی، فقط با گپ واهمه کرده گشتگی. اوی عصر 21 شده است، دیگر با گپ واهمه نکنید. 200 نفر نه، همین 10 نفر نظامیان زودعمل برای هم مرز کفایه اند. همه مشق دیده باشن 10 نفرشون کفایه اند. 200 نفر با گپ دیگه ترسونده نمیشود. دیگر با گپ شکم مردم رو سیر کرده نمیشود. وقتی شما گفتید 2 سال ذخیره داریم، مردم نه هراسید نه ترسید، به تهلکه داده نشوید، ما ذخیره های زیاد داریم. وقتی کار به کار جایش آمد دانسته شد که هیچ چیز ذخیره نداشتن. نرخ کارتوشکا به آسمان برآمد، نرخ آرد به آسمان برآمد. با گپ نمیشود دولت داری کردن. به عمل گذارید، به عمل. وقتی که عمل نیست همین یک روز باور کرده می شود، 2 روز، لیکن دانسته می شود که این چیزها همش دروغ است، واهمه است، واهمه های زنکانه است.
و چی؟ برادر شفقت، برای عمل کردن یک تجربه سیاسی در کار، یک سواد در کار. و وقتی اینا که آدم 30 سال باز در سر حکومتان، از این زیاد باز کجا تجربه می‌آموزن؟ به 30 هر سال صورت اینو حکومت 100 سال دیگه هم در سر حکومت باشد، وقتی که سواد نباشد یگان پیشروی نمی شود. 100 سال هم 150 سال هم باشد، وقتی که سواد نیست، تجربه نیست، یک از روی صادقانه کار کردن نباشد در وجود انسان، اون فایده ندارد. چی 100 سال باشد چی 50 سال پیشروی نمی شود. به خاطر ما اگر زیاد هم درباره مرز صحبت کنیم، همش با همون جایی که میرسد به خاطر یک عائله، یک قسمت های زمین تاجیکستان امروز از بین می رود. یعنی پدیده هایی هستند که خیلی نگران کننده هست. اگر وضعیت نمیخیل ادامه دادن گیرد، وضعیت خیلی متشنج خواهد شد در این مرز قرقیزستان و تاجیکستان. مردمی شجاع وروخ دیگه از خودشون دفاع میکنن. اونا دفاع کردن که دفاع میکنن، نه که امنیتیات سر راه اینا میشون. اینا رو میبرن تهدید میکنن و به محکمه میکشن و چیز میکنن که شما صدا بلند نکنید. حالا که از وطن خودشون، از بوم خودشون، از بگیم از قبر گذشتگان یمون بابا و بیبی خودشون رو دارن دفاع میکنن. این یگان جای نه اکستریمیستی است نه تروریستی است. نه حق و حقوق دارن از این سرزمین دفاع کنن. و خاطر همین این وضعیت چه خیلی فرق میکنه. تاجیک همین تاجیک است. مسئله سوخ به خاطر یک چشمه با جان خود چیکار کردن؟ دفاع کردن از یک چشمه. درست است؟ از رسانه ها خوندید؟ در منطقه ازبکستان شما در نظر دارید؟ بله بله، همون یک مثل بوروخ است. همین تاجیک است. همین زبان گم میزنند. همین تاجیک است. لیکن در اونجا به قدر جانشون حفظ کردن. هرچند مثلا چند نفرشون رو بردن، زندان کردن، حبس کردن، اکثریتشون آزاد شدن. حاضر بله خبر دارم. اکثریت شاعران، نویسندگان مشهور زاده سوخ امروز از همونها دفاع میکنن. مثلا من بیشتر بانو خانم میرم بانوی فرغانی می نویسن، از اونها دفاع میکنن و خبرهای این موضوع رو رسانه‌ای کرده میسند، بیشتر میخونن. در اونجا کی هم هست؟ میر اسرار فرغانی هست و چند نفر از سوخی ها هم هستن. همه رو باخبر کرده میستند و از جرأت و جسارت و شجاعت مردم سوخ طرفداری میکنن، ستایش میکنن. ما چی؟ ما سرکوب میکنیم. حالا این برنامه ما که برادران عزیز در تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی پخش می شود، ما وقتی محدود داریم برای برنامه. همگی 8 دقیقه دیگر وقت مونده است. من اینجا از این شما دو نفری که با ما بودید تشکر میکنم. فقط اینجا بیایید با هم در دوام 8 دقیقه یک چیز صحبت کنیم. بیایید هر مثلا گریم برادر رمضان حسینیان میگفتید که اگر امروز همین مسئولیتی مرزبانی، رهبریت مسئولیتی مرزبانی در عهده شما می بود، یا که مسئولیت رئیس ناحیه اسفره به عهده شما می بود، یا که رئیس ولایت سوخت، شما چیکار میکردید؟ راستی اول با همون داکومنتری که تاریخی است، داکومنتری که در دست خلق است، همراه خلق هم را حل میکنیم. چیزی که خلق میگه خلق بهتر میدونه. من رئیس میشم، من موقتی هستم، من نوآمده هستم. مثلا ده همین رئیسایی که میاد 1 سال 2 سال رئیسی میکنن، دزدی میکنن، میخزن میروند. اونجا خلق میدونه. خلق اول همراه خلق یو کار برد. چیزی که خلق میگه باید همون را کرد. خلق میگه اینجا مرزی ما است، باید پاسبانو را مود، پاسبانو را میمونیم. اگر که خلق گفت جنگ میکنیم، میزنیم با قوه، میگیریم، میکنیم همون کارا.
نمیشود که یک آدم اومده است، یک آدمی که خود تاجیک میگیره، تاجیک نیست، اصلا چشم تنگ و خدا میدونه رئیس اسفاره شده است و بر دروغ میگه، مردم فریب میده، زمینو را میفروشد. این نمودی نمیشود. باید چیزی که خلق گفت انا امور باید اجرا کرد. فکری من همی از برادر. باز یک چیز دیگه ما نگفته موندیم که در همین خارجی الان 3-4 روز پیش اقوایی که شده است، نگاه کنیم اما ویدیو را خود گوش کنین تا آخر شکی. در یک جای ویدیو قرغیزها قمانداناش همه حکومتی ما را فلان میکنم گفتگیم، آشکار گفتگی تاجیک من فلان میکنم. همونجا یک بچه که ویدیو میکنه همون با شرح میدادم ببین میگه فلان میکنم گفتی است تاجیک را. این است امروز مقامات ما برای همین 4 سال پول حرام خودشون امروز ملت و خلق خود یا هیچ دفاع نمیکنن. برای همین چیزی که خلقی بوروخ، چیزی که خلقی اسفرات خوجه الان مثلا که اوچ قلچه میگه باید آن همیشه باید دکومنت‌های تاریخی را بردارم. اگر همین بوروخ اگر از اول تاجیکستان نباشه خوب تصدیق میکنیم، قبول میکنیم. آخه تاجیکستان است، از اول انقلاب نبوده که اوچ قلچه و دیگر جا این تریتوری تاجیکستان است. چراگاه‌های بورخی ها را برگردونه حکومتی ها. ما در اینجا فکر نکنیم که ما بیکار گشتگی هستیم، در برنامه بیکار میشتیم گپ میزنیم. همه ملت امروز مهاجرین است. چی من برای فعالا هستم، ما تیاری خود همه جهت دید استادیم در اروپا یا که در روسیه یا که در دیگر دولت ها. آماده باشه، تیاریتون ببینه حکومت نامردی نکنین، چراگاه بگیرین، فقط عبدالفتاح برگردونین. همه مرز ما را 100% چه خیلی بود از تعامل کرده که از 1937 نشان داده هستن. وروخ انقلاب نبود، برگردونه. زمانی که فروختیم برگردونه، از ملت بخشش نپرسن. دیگر خلقت شما گام میزنیم. لیچ من تا آخر میروم، تا آخر مرا میقاپید، میکشین، زندان میکنین، همش در دست خداوند است. فکر نکنید که من زدی خود میتم عاقب میشم. دیگر رفتار میکنیم. چی رفتار میکنید مثلا؟ من بله من رفتاری من همی است که مثل من هم فکر زیاد دارم. من یکی به همراه من در علاقه است زیاد برادر است که هر نمود مرا پیشنهاد میکنن. اگر که حکومت که نمیخواد در داخل مردم بیزار شده هستن، مثل یک چی گم یک پفک که دم میکنه ترنگ شده است میکفه مردم، همین یک سوزا میزنه میکفه. امروز مثلا مردمی وارو خوجه الو چرکو همه کلی تاجیکستان بیزار شده است، چه مردمی بدخشان همه جا بیزار شده، خودی دنگره هم بیزار شده است. برای همین ما قوه دستاتش خلق قوه خلقتی بازی نکنه، حکومت نکنه. باید خلق امروز آماده است که سرنگو کنه این حکومت دروغی امروز را، حکومت رحمانفا. یک حکومت خلقی ما لیش نما میخوام دیگه برادر میخوام حکومت خلقی شود. این آماده است برادر. ما آمادگی خود برای آنها میگیریم که اگر نمیفهمن لیش نما تیار هستیم با انقلاب. خلاص دیگه هیچ چیز نیست، مجبور میریم انقلاب میکنیم. اگر ببینید خلق خاموش، خلقی که مثلا گریم شما نگاه کنید، من حالی هم از پیش نظرم همون حرفی همون زنک نرفته است که به خونه اجداد قرغیزها اومده در اومدن. آخر همون زنک همسایه نداشت، کش و تبار نداشت، یگان اکای اوکا نداشت. و این مردمی آرام، و این مردمی که صدایش نیست و از چند تا همین امنیتی می حراسد که زندانی میکند یا که برده حبسش میکند، به همین خاطر گپ نمیزند، صدایش نمیبرد و همین خاموش بودن را از زندانی شدن بناموس، خاموشی بیناموسانه را، خاموشی بیناموسانه را اولاتر از بیناموسی میدوند. از اولاتر از با شرفانه زیستن میدوند. بیناموسی را از با شرفی اولاتر میدوند. ببینید این مردم شرفمندی فاروق، افش قلچه، خوجه علا، چارکو، عموما مردم نزدی مرزی، درست است زندان جای بد است، درست است در زندان آزادی هایتان محدود می شود، درست نفس کشیده نمیتونید. آیا حاضر محدود نیستید؟ آیا حاضر مثل یک زندانی نیستید؟ مثل یک زندانی عمر بسر نمیبرید؟ اگر شما با این فکر، با این نظرید که حبس زندان جای بد است،
ببخشید حبس و زندان جای بد است و از حبس شدن هراس دارید و از حبس شدن پرهیز میکنید، بیایید برای آزادی حرکت کنیم، بیایید برای آزادی غیرت کنیم، کوشش کنیم و این مرز خود را حفظ کنیم، از اجنبیان، از پای قدم اجنبیان بیگانگان حفظ کنیم و از این نفرانی که ما را سرکوب میکنن آزاد شویم. سرکوب میکنن که نمیمانند، سرکوب میکنن و نمیمانند که زمین خودمان را حفظ کنیم، آزاد شویم. شما چی گفتنی هستید برادر کبیر؟ در موردی که ما اگر ما یگان مسئول رئیس ناحیه باشیم یا در منظورتون همون سوال است که برادر داده بدید. بله. اگر من در جای اونها باشم تماما کلا از صفر شروع میکنیم. در همون منطقه هایی که مخصوصا منطقه وروخ است ما نه کمتر از 5000 نیروی نظامی در اونجا جابجا کنیم با تمام تجهیزات تکنیکی و چی طوری که قرغیزها با ما گپ میزنن با همون روش ما با اونها گپ میزنیم. دیگر یگان جای عقب نشستن و مثال صحبت سر میز کردن با اونها نمیشود. اونها روز تا روز از خود رفته ایستادن، روز تا روز، ساعت به ساعت. حتی چی خیلی که مثال اگر شما رو که یک شپوتی زند باید شما 2 تا شپوتی زنید. زمان همین خیلی شده است. اونها با خوبی با سخن شیرین نمیفهمون. ما هرچه عقب نشستیم این بر ضرر ما تمام شد. به خاطر همین رئیسای ناحیه رو مخصوصا از همون منطقه‌های وروخ که هستن از همونجا باید تامین کرده شود که از همون حالت جغرافی هم با خبر باشد. تاریخ شناسا و جغرافی شناسا رو دعوت کرده شود که تکیه بر همون خریطه سال 1960 تا 80 که همون چراگاهایی که ما با قرغیزها داده بودیم اونا استفاده کردن و بعد اومدن در همونجا زندگی کردن. وقتی که اتحاد شورای به هم خورد اونا شهروند قرغیزستان بودن منتها در داخل تاجیکستان زندگی کردن، شهروندیشون رو قرغیز کردن و چیکار کردن؟ زمینا رو مال قرغیزستان کشیده گرفتن. اینا همش باید بیکار کرده شود و یک نیروی جدید از رئیس محله تا رئیس ناحیه از همون کادرایی که از همون خودی ناحیه اسفره و از خوجه الاز هم مردم بومی باید ما چیز کنیم. یک نفر میارن از نمیدونم معلوم نیست از کجا، او از یگان چیز خبر ندارد. او فقط میاد برای دزدی و سرمایه خودش جمع کردن. چی کاری که میشود در مرز، چی کسی را که میکشن محکم میکنن، برای باور کنید قسم به الله برای اینو فرق نمیکنند. با یک تینیزور اون آدمای همون محلی رو اینو نمیخرن. به خاطر همین نیرو اونجا همون نیروی نظامی نه کمتر 5000 هر طوری که قرغیز با ما عمل میکنن ما 2 برابر این باید بیشتر عمل کنیم. تشکر. دیگر جای عقیب نشستن نیست. خواهش میکنم. تشکر به شما. تشکر به هر دوی شما برادر رمضان حسینیان و برادر کبیر که در این برنامه ما شرکت ورزیدید و شریک برنامه ما بودید. مشاهدین عزیز اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه هست و مراجعه آخرین من در 2 جمله از حکومتداران کشور این است که یک کمی شجاعت کنید، یک کمی جسارت کنید و باوری مردم را کسب کنید. وقتی آن آمده است که شما باید به طور حتمی برای باوری مردم را کسب کردن کوشش داشته باشید و از عهده این کار نبرآمدید شما دیر نمیپایید. از عهده این کار نبرآمدید شما دیر نمیپایید و حتما ملت شما را به جوابگری میکشد و این خیانت هایتان و این ناعهده برای هایتان و این بی‌شجاعتی و بی‌جسارتیتان حتما جواب خواهید گفت. برای همین پیش از آن که به محکمه کشیده شوید، پیش از آن که به جوابگری کشیده شوید و به کنج زندان روید، آزادی هایتان محدود شود، آزادی مردم را محدود نکنید. مردم را آزاد مانید. مردم را بمانید مرزش را حفظ کند. مردم را بمانید حوله در خانه‌اش را
از اجنبیان حفظ کند و شما هم خواب نروید. این وظیفه شماست، خصوصا کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان. شما شکار شهروندان خود را بس کنید، شکار آنهایی را که از امروزه کار ناشیمی شما، ناعهده برای شما تنقید میکنند بس کنید. ما دشمن نیستیم، ما تنقید میکنیم به خاطر آنکه اصلاح شویم، همه اصلاح شویم و تاجیکستان را به یک کشور مترقی و پیشرفته تبدیل بدهیم. ما تنقید میکنیم به خاطر آنکه یک وجب خاک کشور از دست نرود. ما تنقید میکنیم به خاطر آنکه از این گونه سرخمی ها نجات بیابیم. شما باشید مردم اجنبی، مردم بیگانه به خاک کشور تجاوز میکند، مرز را حفظ کرده نمیتوانید، زوریتان را به مردم بومی نشان بدهید. بیایید امروز یک شجاعت نشان دهید. وقتی آن رسیده است که زوری شما را دیگران ببینند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. حالا برابر این برنامه ما در شبکه اصلاح پلوس گفتگوی استاد محیدین کبیری با مهاجران رفته ایستاده است. کسانی که ما را حالا تماشا کرده ایستادید خواهش میکنم به شبکه اصلاح پلوس پیوندید و سوال هایی که دارید به استاد محیدین کبیری بدهید و در این برنامه فعال باشید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود و بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6.